روزی خدا هستی را قسمت می کرد. خدا فرمود چیزی از من بخواهید، هر چه که باشد شما را خواهم داد. سهمتان را از هستی طلب کنید، زیرا من بسیار بخشنده ام. هر که آمد چیزی خواست، یکی بالی برای پریدن و دیگری پایی برای دویدن، یکی جثه‌ای بزرگ و آن دیگری چشمهانی تیز. یکی دریا را انتخاب کرد و یکی آسمان را. در این میان کرمی کوچک جلو آمد و به خدا گفت من چیز زیادی از هستی نمیخواهم، نه چشمانی تیز و نه جثه‌ای بزرگ، نه بالی و نه پایی، نه آسمان نه دریا، تنها کمی از نور خودت را میخواهم. و خدا کمی نور به او داد. نام او کرم شبتاب شد. خدا گفت آنکه نوری با خود دارد بزرگ است، حتی اگر به قدر ذره‌ای باشد. تو حالا همان خورشیدی که گاهی زیر برگی کوچک پنهان میشوی. و رو به دیگران گفت که کاش میدانستید این کرم کوچک بهترین را خواست که از خدا جز خدا را نباید خواست و هزاران سال است که او میتابد و وقتی ستاره ای نیست چراغ کرم شبتاب روشن